ما کار آمدیم، ما روزه را چهل میگیریم به خاطر یک ماهی کاریتون اینا بگذار شما $1000 یافتید. یکی شما میدونید که میلیارد ثواب ایده استوده، میلیارد ثواب با $1000 شما بگید تمام ثواب ایواز کردید. میگه روزدار با دو چیز خرسنده. یکم کدام وقتی که اذا افطر فرح بفطری، پیامبر میگه یکم خرسندی روزدار همینه که وقتی ساعتی روزشکویش میاد بین دقیقه رو نگاه میکنیم، تیستا شو خرسندیم همین اسم اون توقع درست کردیم، خرسندی فرامون نگیرم. یک خرسندی. دویم خرسندیش اذا لقی ربه فرح بصومی. دویم خرسندیش میگه که وقتی خدا جمالش نشانش میده، میگه همین جمال من نشان دادنم به خاطر روزه تای. انا اونجا میگه با روزه داشتنش خرسند میشه که من در عوض روزه داشتنم جمال پروردگار میدیدم.